خیلی‌ها تو فضای مجازی از من انتقاد میکنن که تو چطوری راحت حرف میزنی تو این رسانه‌ها. گفتم این بلایی که بر سر من اومده و هیچ وقت اون ذهنیت، اون تصویرها از ذهن من پاک نمیشه. الانم تنها تلاش من اینه که این به گوش کل جهان برسه، به گوش کل دنیا برسه، که حداقل خانواده‌ها از بچه‌هاشون مراقبت کنن. اینجور صحنه‌ها رو خدای نکرده حتی دشمن آدمم نبینه. فقط و فقط تلاش من اینه که اینجور آدم‌ها، یعنی خانواده‌ها، بدونن که یه همچین آدم‌هایی وجود داره که همچین بلاهایی سر این بچه‌ها میارن و این صحنه‌هایی که من تجربه کردم و من حتی نتونستم اینو به برادرم نشون بدم. من تمام برادرام از من انتقاد کردن که 2 فردای دیگه اینا بهت میگن که اون از برادر از کوچیک‌تر از توئه و از تو میخواد که چرا نذاشتی من آخرین بار بچه‌مو ببینم. این بچه قابل به دیدن نبود. ایوه، واقعا خیلی سخته آقای زاد حسین، واقعا خیلی سخته. شما اون صحنه رو دیدید و اون صحنه همش داره تداعی میشه تو ذهنتون و تحملش هم خیلی سخته و شما الان در واقع یه غمی دارید و دنبال رسیدنید برای حقیقت ماجرا و تمام این مراحل دادگاه و این مصاحبه ها و این اخبارم که دارید پیگیری میکنید برای اینه که این اتفاقی که افتاده اون حقیقتش مشخص بشه.